10 کمیک بوک معروف اروپایی. شماره 7 تورگال. این کمیک بوک برای بلژیکه و تو سال 1977 توسط ژان پل هامه خلق میشه. داستان در مورد یک بچه فضاییه که توی یک کپسولی میفته رو زمین و توسط وایکینگ ها پیدا میشه و بزرگ میشه. بعد که متوجه میشه با بقیه فرق داره، در صدد این برمی آید که بره پیدا کنه ببینه که اصلش چی بوده، از کجا اومده، ننه باباش کی بودن و اصلا خودش کیه. داستاناش هم فانتزی داره که خب طبیعیه چون شخصیت اصلی آدم فضاییه، هم تاریخی داره اونم طبیعیه به خاطر اینکه توی زمان گذشته داره اتفاق میفته، هم اسطوره‌ای داره خب اونم طبیعیه چون که تو اسکاندیناویه و دیگه بعد اساطیر نورس رو یه جوری تو داستان ها بچپونن بیاد. هم اکشن داره، هم بزن داره توش، هم دعوا داره توش، هم بکوب داره توش، هم عشقیه، هم درامه، هم ملودرامه، همه چی داره توش برای شما. حدود 11 میلیون نسخه فروش داشته و الهام بخش کلی کمیک بوک و داستان و سریال و فیلم و بازی و اینجور چیزا بوده. از روی خودش هم فیلم، سریال و داستان و بورد گیم هم حتی ساخته شده. برای بیننده شما شبکه ما تک نکنید، جان مادراتون تک نکنید. ببین انقدر قشنگه ببینید.